شما میبینین که در قبل ما موترهای که مهاجرین افغان دیپورت میکنه از آجیکم به این موترها انتقال میده. متاسفانه که موقعیت ما فعلا ساعت 8:40 است در پارک آرژانتینا اسلام آباد موقعیت داریم، ولی میبینیم که دولت پاکستان چند روز پیش پلیسا به پارک رجوع آورده بود و میخواستن که چند نفری از ما را دیپورت کنند. فعلا هم دو موتر از آجیکم آمده اینجا ساده شده پیش تانه آپارا و اینا تصمیم دارن که مهاجرینی که در پارک آرژانتینا هست اینا را دیپورت کنن و اینا اگر دوباره دیپورت شوند جان از اینا در خطر است. امروز از نزدیک به شام تا حال ما در تهدید پلیس قرار داریم و موترهای که مهاجرین را به آجیکم انتقال میده به 4 طرف پارک ایستاده هست و همچنان گروپای پارک که همه روزه به ساعت 6 برق می آمد و همه جا روشن می شد و امروز تا لحظات پیش همه جا تاریکی بود و برق پارک قطع بود. گویا که یک تهدید از طرف پلیس پاکستان برای ما مهاجرین و پناهندگان پارک آرژانتینا هست.